بازیکنانی که در برنامه ژابی آلونسو برای فصل بعد نیستن و باشگاه تا پایان فصل اونا رو خواهد فروخت. شماره 7 آردا گولر. ژابی آلونسو معتقده که اون برای سطح فعلی رئال خیلی بی تجربه است و باید زندگی تنهایی رو تجربه کنه تا پیشرفت کنه. جانشین احتمالی او کنان ییلدیز یوونتوسه. شماره 6 رودریگو. بازیکنی که خیلی وقت کار خاصی انجام نداده، نه دریبلی، نه گلی و نه هیچ حرکت خاص دیگه‌ای. ژابی آلونسو آمدن تو اجازه جدایی بده. نیکو ویلیامز از بیلبائو و لروی سانه جانشینان احتمالی اون. شماره 5 لوکا مودریچ، اسطوره باشگاه، اما دوران او رو به اتمامه. ژابی آلونسو میخواد یه تیم جوان‌تر و یه دسته رو بسازه و جانشین احتمالی اونم فلوریان ویرتس. شماره 3 اندریک هنوز توی تیم جا نیفتاده و ژابی معتقد که اون در سطح اروپا نیست. شماره 2 لوکاس واسکز، بازیکنی که اشتباهاتش فراتر از طاقت بوده و دیگه مورد اعتماد کسی نیست، به خصوص اشتباهش مقابل بارسا که 2 گل